سلام پسرای گلم. امروز میخوایم راجع به سودوکو صحبت کنیم. خب سودوکو یک بازی ژاپنیه که برای افزایش دقت، تمرکز و حل مسئله کودکان به کار برده میشه. حالا میخوایم ببینیم چطوری سودوکو رو حل کنیم. خب اول با همدیگه شعرش رو میخونیم، بعد میریم سراغ سودوکو. ریاضیدان کوچک، آی بچه مهربون، میخوایم که یاد بگیریم امروز ردیف و ستون. ردیف و ستون. ستون یه خط صافه از بالا به پایین، اما ردیف میخوابه همش به روی زمین. ستون سمت چپ و ستون سمت راستی. یه ستونم این وسط نشسته راستی راستی. بریم سراغ ردیف. چند تا ردیف داریم ما؟ پسرای من به من بگین چند تا ردیف داریم ما؟ چون که 3 تا ستونه 3 تا ردیف میمونه. چون که 3 تا ستونه 3 تا ردیف میمونه. تو سودوکو بدونی نه تو ستون نه ردیف شکل تکراری نذار. اینو همیشه بدون. اینو همیشه بدون. خب حالا پسرای من توی جدول سودوکوم چی دارم؟ مورچه، زنبور، پروانه. خب الان من میخوام جدول سودوکومو کامل کنم. باید چی بذارم به نظرتون؟ اینجا من چی بذارم؟ زنبور، پروانه. خب حالا باید نگاه کنیم. گفتم توی ردیف و ستون شکل تکراری نمیذارید. خب من اینجا در ردیفم زنبور دارم، توی ستونم هم اینجا زنبور دارم. الان باید چی بذارم من؟ اینجا من پروانه رو میذارم، پایین مورچه. خب ردیف بعدی چی ندارم؟ مورچه رو ندارم. ردیف بعدی هم زنبور. پسرای من گفتم توی سودوکو در ردیف و ستون شکل تکراری نداره.